وگر گل سرخی شکفت و پرپر شد، به یاد خون سیاووشش احترام به پاس حرمت مستان راستین حریم، شراب عشق به نامحرمان حرام. در شاهنامه به قدری وارد است که با بودن اساتیدی مثل محمد مهریار، ایشون ما 10-15 نفر را درس میداد و اگر ما مشکلی داشتیم از ایشون میپرسیدیم. آقای مهریار کسی بود که مشکلات شاهنامه خونی ما رو ایشون حل کرد. تا اومدن شما باعث شد که آقای مهریار رفتن کنار، اختیار دادن دست شما. دادونی؟ چرا؟ خدا بیامرزه. بله، استاد مهریار از شیفتگان شما شدن. شما تشریف داشتین، سرور بود، امامی بود، همین احمدیه که میخونن بودن. یک آقایی هم بود که بعد داماد من شد، اونم یکی از شعرا بود به نام مرتضای داوری که تخلصش فریاد بود. ایشون با دختر من ازدواج کرد و بعد هم 3 سال که زندگی کرد دچار ایست قلبی شد و درگذشت. و این اشکان نوه مرا که میبینید اون موقع 2 ساله بود که پدرش فوت کرد، الان دیگه در آستانه 18 سالگی. گفتم که شاید از تبار آب باشد. گفتم که شاید از تبار آب باشد، خرجین گلبافش پر از مهتاب باشد. گفتم که می نوشم لبانش را سحرگاه، شاید سبوی از شراب ناب باشد. آن سوی پرچین باد را زنجیر کردم، آهسته لب بستم مبادا خواب باشد. آن سوی پرچین باد را زنجیر کردم، آهسته لب بستم مبادا خواب باشد. بر گونه‌ام غلتید اشکی سرد، گفتم این دشت تا کی بستر سیلاب باشد. چرخی زد و ناگه مرا گم کرد در خویش، گفتم که این شاید همان گرداب. بسیار نمیدونم چی بگم، اما واقعا گفتم شاید لیاقت ایشون خیلی بیشتر از اینا باشه، اما من علاقه شدیدی که بهشون دارم باعث میشه که حتی چند روزم که آدم دور باشن واقعا دلتنگی خاصی نسبت بهشون پیدا میکنم، چون یه وابستگی ایجاد شده بالاخره از بچگی بوده، از کودکی تا همین الان که کنار من و با هم زندگی میکنیم که واقعا وابستگی ایجاد شده بینمون که نمیتونم چجوری توصیفش کنم، اما میتونم بگم که واقعا ایشونو خیلی دوست دارم، به شما دارم. باید از آشیانگی پر زد، زندگی را به سیم آخر زد. و واقعا اگر کسی تونسته زندگی را به سیم آخر بزنه، یک نمونه خوب و بارزش رافعی هست.
کانونی در آموزش و پرورش فعال بود که جایگاه در واقع شاعران سنتی بود و این نیازهای ما رو برآورده نمی کرد و طبعاً نیازهای جوانهای ما رو هم برآورده نمی ساخت. من اون موقع شاید مثلا 21 ساله بودم و از شعرهایشون بسیار خوشم اومد. همون وقت بود که 2-3 سالی همکاری با انجمن ادبی جوان داشتم. ما از دوستانمون خواستیم که یکی از شاعران طراز اول و نوگرایی که بتونن محوریت این انجمن رو در واقع بر عهده بگیرن رو شناسایی بکنیم و از وجود ایشون در انجمن استفاده بکنیم. جناب آقای مردانیان در واقع آقای رافعی رو به ما معرفی کردن. به اتفاق ایشون رفتیم منزل جناب آقای رافعی. به گرمی پذیرفتن وقتی که ماجرا رو براشون توضیح دادیم که حرکت چیه، فعالیت چیه، اینجا یه محلی برای ارتباط و پویایی بچه‌های جوونه، کسایی که تازه شعر رو شروع کردن، داستان رو شروع کردن، نویسندگی رو اساساً دارن تجربه میکنن و پذیرفتن و از اون به بعد دیگه همکاری ما و انجمن ادبی و بقیه بچه‌های اهل ادبیات شهر با ایشون شروع شد. از دوستانم شنیدم که یه مجله‌ای هست و یه کانونی توی آموزش پرورش و بچه‌هایی که حالا می‌نویسن میتونن کاراشون رو اونجا بفرستن. کارم فرستادم و اولی نامه‌ای که برام اومد واقعا خیلی خوشحالم کرد و باعث شد که توی اون کلاس شرکت کنم و با استاد رافعی آشنا بشم. شما جایی رو در تاریخ ایران سراغ ندارید که انجمنی با مشخصات یک انجمن ادبی توانسته باشه که بیش از 2700 شاعر رو و نویسنده رو در کنار خودش گرد آورده باشه. شما جایی رو سراغ ندارید که در عرض یک دوره 3-4 ساله ما توانسته باشیم تحولی رو در ادبیات معاصر و جوان اصفهان ایجاد بکنیم که سرآمد کشور باشه. دوره‌ای بود، واقعا یک دوره شکوفایی بود برای جوانان در آموزش پرورش و متاسفانه سالهای بعد دیگه تکرار نشد. فصل درخشان فعالیت‌های خودم رو و درخشان‌ترین فصل فعالیت‌های خودم رو سالهایی میدونم که انجمن ادبی جوان به محوریت جناب آقای رافعی فعال بود. شاید ما توی خلوت خودمون چیزهایی می نوشتیم، ولی اگر افرادی امثال آقای رافعی در مسیر ما قرار نمی گرفتن واقعا شبیه راه رفتن توی تاریکی بود. حقیقتاً در جذب دانش آموزانی که علاقه به شعر و شاعری داشتن یک تحول عظیم وجود آوردن و باعث شد که بسیاری از این علاقه‌مندان به شعر و شاعری که در مدارس اصفهان بودن به واسطه روح بلند جناب استاد رافعی استعداد اینا از بالقوه به بالفعل تبدیل بشه. برای همه ما قابل درکه این نکته که خوندن آثار مبتدی و آثاری که از سطح ادبی نازلی برخوردارند بسیار خسته کننده است و من به خاطر میارم استاد رافعی با چه حوصله عجیبی آثار یک سری دانش آموز و نوجوانی رو بررسی می‌کردن که در ابتدای راه بودن. این نکته خیلی جالبه که مثلا استاد با این تفاوت سنی که داشت نحوه نفوذ توی افراد به خصوص دانش آموزایی که یه مقدار استعداد شعری داشتن خیلی خوب میدونست و همین باعث میشد که خیلی از کسایی که الان به عنوان شاگردایشون تو کشور مطرح هستن
مدیون این نوع برخورد ایشون باشن. هیچگاه من ندیدم که سلیقه های شخصی خودشون رو حتی در شاعری خودشون به بچه ها عیناً منتقل بکنن یا عیناً تحمیل بکنن یا در همون چارچوب فقط اونها رو محصور بکنن و اونها رو از فضاهای متفاوت باز دارن. سالهای ساله که دانشجویان زیادی از سراسر دانشگاه‌های اطراف اصفهان و استانهای دیگه به استاد مراجعه میکنن برای گرفتن حالا نظر کارشناسی یا ویرایش علمی روی پایان نامه هاشون. کسانی که اساتید خودشون، اساتیدی که بابت این نظر کارشناسی بهشون هزینه پرداخت شده، حاضر نیستن این زمان سخاوتمندانه رو، این نگاه موشکافانه رو در اختیار این دانشجوها قرار بدن و استاد رافعی به طور کاملا غیر رسمی و کاملا رایگان دارن این کار رو انجام میدن، هنوز که هنوزه. و این چه معنی میده جز این که یک آزاد اندیش به تمام معنا در انزوای بزرگمنشانه خودش چه خدمت عظیمی داره به ادبیات این مملکت ارائه میده. بله، سلام قربان، بفرمایید، خوشم. خیلی ممنون. 3 نفر تشریف بیارید، چند تا پله پایین، بعد بیاد بالا. باز در. سلام علیکم. خوش آمدید. حال شما؟ سلام. خوش آمدید. بفرمایید. ممنونم. خوش آمدید. حضرت متشکرم. خوبی؟ قربان شما. لطف کرد. خوش آمدید. نه سلام. بفرمایید. بفرمایید. بعضی موقع من میشینم فکر میکنم آقای رفیعی که مثلا الان تو این پهله زمانی اگر بخواد یه اینطور اتفاقی بیفته اصلا نمیشه، شرایط نیست. مثلا ما 5-6 نفر بودن از بزرگان که جواب نامه های بچه ها رو دستی می نوشتن. خیلی مهمه، اینا تمامش پست میشد، یعنی همه اینا باید پاکت میشد، پشت پاکت ها نوشته میشد. بله الان احساس خوبی داشتیم که صبح که میمدیم یه دو تا زنبیل پاکت نامه اومده بود. یه خاطره تو این نامه ها آقای ثانی دارن، خیلی جالبه. این نامه ها وقتی یکیش اومد من باز نشده بود شده بود یا یه روز گفتید خودتون باز کنید، یادم نیست. یه نامه باز کردن، یکی از شعرها خودم را یکی به نام خودش فرستاده که اونا اظهار نظر کنه. هیچ‌وقت یادم نمیره اولین شعری را که من به بهمن دادم دفتر، بهم گفت که امیر این شعر احساسیه، کوچیکه، این شعر برای تو کمه، باید بیشتر کار کنی. و برام اینا نوشت شعر ململ و چلباری نیست که بنشینید و ببافیدش. هر لحظه‌ای که صدایشون رو میشنوم برای من میشه یک دیوان سرشار از غزل و تغزل و موندگاره برای من. من چیزی که دارم
تمام نفسم، تمام روحم، چیزی که از شعر گرفتم از بهمن بود. آقا بهمن ظرف 20 ساله اخیر یه ظلمی هم به خودش و هم به جامعه ادبی طرفدارش کرده. شاگردای بسیار برجسته‌ای داره که وقتی با اینا صحبت میکنی از آقا بهمن به عنوان یک سمبل یاد میکنن. منتها در این 20 ساله اخیر هر موقع شما میخواستی هماهنگ کنی که آقا بهمن رو ببینیم، ایشون یا میگفتند که بیمارم یا بیمار دارم یا اینکه در خانه نیستم. این ظلمی بوده که آقا بهمن به امثال من حداقل کرد. ایشون توی اون قرار ملاقات اصرار داشت که ما حتما بریم منزل شخصیش و در یک ساعت معینی باشه و هر چقدرم توی برنامه ها دعوتش میکردیم تشریف نمی آورده. خب برای شخص من یک معما بود که چرا ایشون نمیتونه از منزلش بیاد بیرون، با اینکه یک بازنشسته هست و کار زیادی هم نداره. وقتی که وارد خونه شدیم با یک مسئله روبرو شدیم که ناخودآگاه تحسین منو برانگیخت. من اونجا تقید این آدم و تعهدی که نسبت به خانواده و نسبت به عواطف انسانی داره دیدم و بعد دیدم که دلیل داره که آقای رافعی شعرش به دل میشینه. چیزی که به عنوان اصالت خانوادگی، اصالت قومی و بومی توی شعرش مطرح میکنه صرفاً یک ادعا نیست، صرفاً یک شعار یا یک جست روشنفکرانه نیست. همیشه احساس کردم که رافعی اصل زندگی رو فراموش نکرده و این برام محترم بود، در حالی که خیلی از روشنفکران ما به بهانه زندگی اجتماعی، تعهدهای اجتماعی، خود زندگی کردن رو فراموش میکنن. به همین خاطر مدل و الگوی اونها رو به کس دیگه نمیشه پیشنهاد داد و یا اجتماع نمیتونه از اون بهره ببره. ایشون همسرش بیمار بودن سالهای سال توی خونه و بسیار مقید بودن که حتما در کنار همسر باشن و ازش نگهداری کنن. هیچ وقتم شما در حتی اشعارش نمیبینی گلایه شخصی از این مسئله داشته باشه. همسر من دچار بیماری دیابت شد اواخر عمر. دیابت دیگه بالاخره اینجا بیش از ما نیرومند بود و از نظر فیزیکی ایشون را از ما گرفت و الان اگر من حسرت یا افسوسی داشته باشم به عنوان یک نگاهی که همه به مرگ میکنن نگاه نمیکنم. من جای ایشون را از نظر فیزیکی خالی میبینم، اگر نه از نظر خاطرات، از نظر اینکه با هم زندگی کردن لحظه های خوب برام همیشه زنده و تازه است. مرگ نیستی نیست، مرگ یک دگرگونیه. حافظ مگر الان برای ما مرده است؟ حافظ قرن هشتم باید بگیم تاریخ وفات. اصلا من قبول ندارم که برای وفاتی برای فردوسی یا برای حافظ یا ابن سینا یا ادیسون یا افرادی که در جهان یک نقطه مثبت عجیب و غریب و شگفت انگیز برای بشریت به وجود آوردن، حالا در هر زمینه اینها زندند. حافظ هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق. ثبت است در جریده عالم دوام. این دوام معنا داره، این دوام یعنی به بیمرگی. سلام. از آقای رافعی کتاب دارید؟ آقا از بهمن رافعی کتاب دارید؟
سلام حال شما خوب هستیم. من کتاب از بهمن رافعی میخوام. بعد از سال 43 که مجموعه انتظار منتشر شد با اون 23 صفحه‌ای که ازش قطع شده بود، من دیگه سکوت داشتم برای چاپ و نشر تا سال 78. اون موقع همکار آقای خوشدنام بودیم توی انتشارات گفتمان خلاق. یه مجموعه شعر اومد به نام اگر این ماهیان رنگی نبودن. خب به خاطر علاقه‌ام به شعر اون مجموعه رو خوندم و با شاعری آشنا شدم که خیلی عاشق بود. اگر این ماهیان رنگی نبودند در این تنگ به این تنگی نبودند. بله. اگر همسایه ها بی سایه بودند حصار خانه ها سنگی نبودند. الان بعید میدونم بتونم پیدا کنم. شاعر سرشناسیه نه امروز و دیروزه. در حسرت دیدار تو آواره ترینم هرچند که تا منزل تو فاصله ای نیست. اینا دیگه همه ایرانی ها شنیدن. بله. ولی هنوز بر لب من ناسروده هایی هست. استاد رافعی می‌فرمان لبان زخمی و دندون نمای سرخ انوار، غرور کیست که بر شاخسار میخندد؟ مگر که خوشه انگور هم انالحق گفت که میدرخشد و بالای دار میخندد. فراز شاخه نشسته است تا ببینندش، هزار دست برانند تا بچینندش. زمان به اسمت این گل چگونه شک نکند که خارهای فرومایه هم نشیندندش. چه سوگوار بهاری که کاکتوس و گون ندیم و مونس بانوی فرودینندش. به باغبان زمان دیگر اعتباری نیست، به باغبان زمان دیگر اعتمادی نیست. هزار پیچک سمی در آستینندش. نفیر نفرت و نفرین به توتیانی باد که نای کوکی احسنت و آفرینندش. چو پیچک های سمی ریشه در باغ حرم کردی زلالی، ساغر گلبرگ‌ها را جام سم کردی. نشستی بر سریر خاک و داد داوری دادی، چکاوک را به جرم نغمه خوانی متهم کردی. وقتی قلم به گریه زبان باز می کند، در من هزار زخم دهان باز می کند. هرگز از آب و آینه غافل نبوده ام، هرگز از آب و آینه
غافل نبودم با این همه غبار ملالی که با من است. برای مرغ گرفتار فصل مطرح نیست، همیشه بوی خزان می‌دهد بهار قفس. که گفته است قناری قفس نشین باشد، کلاغ بگذرد آزاد از کنار قفس. بخوان ترانه پرواز ای قناری عشق، مگر تنین صدا بشکند جدار قفس. از وقتی که من اون عاشق 15 ساله بودم تا وقتی که بزرگتر شدم، تا وقتی که ازدواج کردم، جدا شدم، ازدواج کردم، عاشق شدم، فارغ شدم، رنج کشیدم، پولدار شدم، بی پول شدم، خشمگین شدم، آروم شدم، هرچه احساسات و عاطفه های مختلفی که انسان به طور معمول در یه زندگی میتونه داشته باشه و انسانهایی که مثل من به زعم خودشون زندگی طوفانی داشتن، این احساسات براش به وجود میاد، میبینید یک موجود زنده‌ای به نام شعر در کنارش هست. این شعر محصول همه کسی نمیتونه باشه، محصول امثال رافعیه. خیلی حس قشنگیه که یه شعر دقیقاً با یک روش کاملا تخصصی، با یک پشتوانه تخصصی قوی، با یک بیان شیوا و زیبا تمام اون چیزی رو که تو احساس میکنی، بهش فکر میکنی و داد بزنه. مثل کدامین چشم سمی شد که آب از آب میترسد و حتی ذهن ماهیگیر از قلاب میترسد. شب است و خیمه شب بازان و رقص وحشی اشباح، مژه از پلک و پلک از چشم و چشم از خواب میترسد. همه اونچه که بهمن را به عنوان یک شاعر مطرح کرده و بهمن تونسته این واژگان را به عنوان یک شاعر کنار همدیگه قرار بده، در اصل نوعی الهام هست، نوعی الهام که از یک منطقه معنوی، از یک فراز معنوی به قلب بهمن وارد شده. استاد اندیشه‌هاش رو جوری با مردم در میان گذاشته و به تفکراتش و لغاتش جوری مقام داده و جوری ساخته که با خوندن اشعارش مخاطب را در مقابل آسمان، در مقابل حقایق و در مقابل عدم آلودگی ها و پاکی ها قرار میده. هرچی جلوتر میری احساس میکنی شعر بهمن را باید بیشتر بخونی. روی کرده فراتر از خوده. درد دلهای شخصی نی. هر جا که شاعر از ضمیر من استفاده میکنه یا ضمیر متصل میم، این منه خود منش نیست، در حقیقت من تعمیمه. شعر بهمن شعر اعتراضه، اما نه اعتراضی که حاصل یک پیشنهاد بیرونی یا سفارش بیرونی باشه، بلکه حاصل و برآمده از یک تعهد درونی و کاملا انسانیه. یعنی اگر اعتراضی هست به همه بی‌عدالتی ها در همه زمان ها و همه مکان ها هست و اگر حمایتی هست از آزادی، از پویایی و بالندگی و از صداقت و راستی تو همه دوره هاست، نه دوره خاصی، اگرچه شاید بشه برای شعرها و دوره ها نشانه هایی پیدا کرد. ادبیاتش یک ادبیات فعال هست در مقابل ادبیات منفعلی که تو جامعه ما در قالب ستایش ها، مدح ها، تملق‌گویی ها و حتی در تاریخ ایران هم تو ادبیات ایران هم هست. الان هم خیلی باب شده، اما نگاه میکنی که بهمن رافعی سازشی با این ادبیات منفعل نداره و ادبیات رو برای این میخواد که بتونه فریاد خودش رو بزنه، ادبیات رو برای این میخواد که ضربه خودش رو بزنه و تأثیر بذاره. بهمن بدون اینکه به کسی بی ادبی کرده باشه، بدون اینکه یک نقطه مخصوصی رو هدف قرار داده باشه و بدون اینکه شعرش به تریج قبای کسی بر بخوره، مخاطبش رو وادار میکنه که بعد از خوندن شعراش یه جور دیگه فکر بکنه. که اگرچه شعرش گاهی تلخه، سرده و شاید از ناامیدی بگه
ولی سرانجامش یأس، پوچی و مرگ نیست. هرگز به گذشته ادبیات پشت نمیکنه ولی روی خط امروز پیش میره. قلم مطیع مضامین آفریده مکن، به طبع خویش بیاموز آفریدن را. بگو به عاطفه از ذهن گل ببار آرد، به شعر خویش بیاموز تازه چیدن را.